سوال: آیا مادر میتونه دخترش را فرشته یا مثل ماه هستی گوید؟ بله، مثل ماه مشکل نیست. تو مثل ماه زیبا هستی گوید درست است. آدم ها در زمانه های قدیم هم یعنی همسراشون به ماه مانند میکردن، یا خودی پیامبر صلی الله علیه وسلم روی پیامبر صلی الله علیه وسلم مثل ماهی 14 شب میدرخشید گفتن صحابه. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم مثل ماه زیبا بودن. درست است. یک آدم زنش گفته است که اگر تو مثل ماه زیبا نشوی تو طلاق. نعوذ بالله. حالا آدما می نویسن که من طلاق گفتم زنم ایو، لیکن مقصدم ترساندن بود. و مقصدت خرسند کردن باشدم طلاق میغلطد. برادر عزیز، طلاق به زبان نگیرید تا بعد پشیمان میشوری باشید. با میگم تاکید میکنم که مسئله طلاق کتی بازی نکنید. طلاق که از زبان برومد و میافتد و خلاص دیگه چیز نیافتید که زن ترسانید. خب این آدم هم گفته است که زنش تو اگر از ماه زیبا نباشی تو طلاق گفته است. بعد به نزد امام مالک میدرایم. امام مالک به ظاهری قولاشون فتوا داده، میگن که مادامی که از ماه زیبا نباشد تو طلاق گفته باشی طلاق افتید. میگن برای اینکه زند از ماه زیبا نیست. میگن مراد اون ماهی 14 شبه پر. بعد می برایت امام شافعی شاگرد امام مالک بودن، حالی کودک بودن. بعد امام شافعی همچون از روی شوق آور بودن مسئله ها پرسیدن که به امام چی سوال دادیتون و چی جواب گرفتیتون. بعد این زن شوهر میاد که ما هم خود سوال دادیم، امام مالک جواب داد زن طلاق شده. گفت بعد امام شافعی گفت نه طلاق نمیشد. برای چی گفت؟ برای آنکه الله تعالی میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم. الله تعالی گفت که ما انسانیت در بهترین صورت آفریدیم، میآید دلالت می‌کند که انسان از ماه زیبا هست. این زن و شوهر گشته به نزد امام مالک در آمدن. تا که همینجا یک کودک بود است به نام شافعی. همین خیلی گفت وقتی که فتوای امام شافعی نقل کردن، بعد امام مالک گفت که صدق غلام راست گفته است. یعنی ببینید، یعنی دو غلام چیه میدوند و شاگردی من وای تیرانچه چیه میدوند خیلی گپ نیست. صدق غلام راست گفته است. عالم ربانی باید همخه باشه. امام شافعی من بعد مذهبش علاهیده شد، درس از مالک گرفت ولی مذهبش خلاف مذهب مالک است. ولی امام مالک اصلا امام شافعی هم علم دادن، هم بنابر نقل بعضی علما بار امام زهری ابن شهاب زهری عمر ابن عبدالعزیز زکات و مال و یک کاروان و شترها از شام به مدینه طلای و نقره میفرستاند به امام مالک تا اینکه امام مالک به علمای مکه و مدینه تقسیم کنند. یعنی پادشاهای دولت به علما پول میداد تا اینکه علما کار نکنند و مشغولی به علم شوند. یک کاروان میگن اگر به چی گردانیم، حاضر پولا گردانیم، چندین میلیون دلار میشد. پول فرستاند از خلیفه به امام مالک تا اینکه امام مالک به علمای مکه و مدینه و طالب علمان تقسیم کنن. امام مالک همشه به امام شافعی دادیان. یعنی به آدمو تقسیم نکردین، به همه کم کم تقسیم نکردین، همشه به امام مالک شافعی دادن. امام شافعی همین قدی تا آخری عمرش میلیونر زندگی کرد. ببینید شاگرد امام شافعی شاگرد بود. برای چی به امام شافعی دادن؟ آخه این یک امام شافعی واقعا جای همین قدر آدمای گرفت. و امام مالک هم ترسی از اللهشون بینید که وقتی که فتواشون به فتوای امام شافعی مخالف برآمد، دیدن که دلیل دارد، گفتن که صدق غلام، بچه راست گفته است، طلاق نشدی. گفتن یک روز یک مردک بالکن برآمده است که همسایه مردک بالکن مانده، زنش کتی بوده است که زنه گفته است ماهتاب دیدی؟ زنش است که دیدم. گفته است که تو از همون ماهتاب هم زیبا هستی. گفته است
بعد این مرد گفت است که آی این آدم ها بزنش خیلی گپای نغزم میگفت است که یک منم گفت است بزنم سخنی نغز گویم گفت زنگ اینجا بیافت است زنک به چی بر آمده است بالکن است که محتوب دیدی گفت است چی من نابینایم من کور هستم برای تو گفت است که دیگه نتونست است گفت و از با حال زیبا هستی گفته نتونست است دیگه گفتنی بود است اون لیکن وقتی که زنک جنگ میکند که من چی من کور می و دیگه نگفته است. خلاصه اگر یگان آدم دخترش بگوید که تو مثلی ماه هستی گفت 100% درست چون که اصلا از ماه دیده این دخترای فرزندان آدم زیباتر است خیلی که الله تعالی گفت که ما انسان در بهترین صورت آفریدیم. اما فرشته بله فرشته واقعا زیبا هست چون که وقتی که حضرت یوسف را زنهای وزیرها دیدن گفتن که ما هذا بشر ما هذا بشرا این آدم نیست گفتن. حضرت یوسف 50% حسن آدمی زاده داده شده. در بعضی روایت ها آمده است که الله تعالی زیباگی را 50%ش را از آدم علیه السلام تا قیامت تقسیم کردگی است. بعضی مفسرها ذکر کردن یعنی به دخترهای و به پسرهای و از حضرت آدم تا قیامت چقدر آدم ها به دنیا می آمده شد 50% زیباگی با آدم ها تقسیم کرده. یک آدم زیبا، یک آدم زیباتر، یک آدم بی‌زیب، یک آدم نهایت بی‌زیب تقسیم کرده لیکن 50%ش به حضرت یوسف علیه السلام داده. بنابراین همین زیباگیشان خودش معجزه بود. آدمو میدید و ایمان می آورد و پیغمبرشون چون هر یک پیامبر باید چی داشته باشد که مردم سبب ایمان آوردن مردم شود. یک چیزی باید داشته باشد که مردم نداشته باشد. حضرت یوسف دو معجزه داشتن یکی آن زیباگیشون یکی آن تعبیر خواب یک نمود تعبیر خواب کردگیشان سبب پاشا شدنشان شد. از زندان بر آمدن به سبب تعبیر خواب و اول زاوسکلت شدن یعنی خزینه داری دولت راهبری بیت المال میشود گفت وزیر اقتصاد یا وزیر مالیه شدن سپس وزیر شدن وقتی که عزیز از دنیا گذشت وزیر بعد وقتی که پادشاه شدن سببش یک تعبیری خوابشان. اینچنین در زندان هم دو بچه تعبیری خواب با این هم سببش همین تعبیری خواب شد. دو بچه دید که آدمی بزرگ دروغ و خودشان خواب بافته اومدن بعد تعبیری خوابی اونهایی کردن که یکتش آزاد شد و بر آمد ولی فراموش کرد و بعد بعد چند سال گذشتن وقتی پادشاه خواب میبیند که در خوابش 7 گاوی خراب 7 گاوی فربه خورده ایستاده است تمام علمای دربار جمع کرده میپرسد که من خیلی خواب دیدم میگم که آها اضغاث و احلام و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. این خوابای پریشان و خوابای یعنی یک نظام و ترتیب ندارد ما این خوابای تعبیر کردن نمیتونیم گفته عذر گفتن. بعد این آدم بچه چی بود آب میدادگی بود به سلطان یعنی به پادشاه نوشابه میتید چای تیک و آب تیک بود. این که همون مجلس بود گفت که یک بچه هست در زندان گفت تعبیر خواب میداند روام تعبیر خوابت پرسید وقتی که تعبیر خواب آمده پرسیده رفت جوابش یعنی او به حیرت آورد در حال فرمان داد که کودک از یعنی حضرت یوسف از زندان برآورد. یعنی این دو تعبیر دو معجزه داشتن زیباگی و تعبیر خواب. زیباگیشون وقتی که زنها دید اینا اصلا زلیخای غیبت کرده بودن بنابر روایت های تفسیر که زنی عزیز محبت کرده است ایش عاشق شده است به این غلامش گفته و عیب کردن زلیخا آنهای فریاد کرد به خانش مهمانی به دست آنها میوه اتروجی و کارت داد میوه که باید تکیه کرده کارت کتی کم کم بریده خوردن در کار همه خیلی دستاشون به قصدن داد و بعد یوسف گفت که اخرج علیهن برو گفت پیش این زنها فلما رأينه أكبرنهم وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقت دیدن حضرت یوسف
فلما رأینه اکبرنه، یوسف بزرگ شماریدن. و قطعن ایدیهن، دستاشون بریدن. حس نکردن که دستاشون بریدن. هوش جمال یوسف رو برفت، دستاشون بریدن اون زنهای وزیرها. و قطعن ایدیهن و قلن حش لله، گفتن که الله پاک است. ما هذا بشرا، این آدم نیست. این هذا الا ملک کریم، این فرشته است. از همین آیت اعتبار کرده علما گفتن که یعنی آدم گاه ها به فرشته مانند کردن اجازت است گفتن. یعنی از سیاق کلامش فهمیده میشد که چی، مثلا ما حاضر روزدار هستیم، ما حاضر به فرشته ها مانندی داریم. فرشته ها طعام نمیخورند، شراب نمی نوشند و ما عین حال مثل فرشته ها هستیم. همین گونه یک آدمی که همیشه در عبادت الله تعالی هست یا این عبادت خلاص کند به عبادت دیگر میگذرد. نماز خوانده شد درس میخواند، درس خوانده شد یگان چی مینویسد، اون که شد به سوالهای مردم جواب میداد. مثلا وقتش فر علم کتی عبادت کتی میگذراند. همین هم گفتن مانند فرشته ها است، چون که فرشته ها شب و روز در عبادت هستند و لا یفترون، خسته نمیشن، از عبادت دست نمیکشن. حتی یک فرشته روزی که الله سبحانه و تعالی هم فرشته آفریده است، بعد اینکه آفریده شد الله اکبر گفته به سجده رفته بود است. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی میگفته است تا روز قیامت. وقتی قیامت شد سرش از سجده میبرداشت، بعد میگفته است که سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پاک هستی الله، ما تو را حقیقی عبادت را به جان آوردیم. واقعا عبادت الله تعالی را حقیقی باید و شاید چه خیلی که الله سزاوار است خیلی ادا کرده نمیشه. حق الله تعالی عظیمتر است از این عبادت های ما. خلاصه یعنی آدم به فرشته مانند کردن ممکن است. اگر دختر زیبا باشد تو مثل فرشته دخترم گوید هیچ گپی ندارد، لیکن نام فرشته های به دخترها ماندن حرام است. یعنی دخترهای نامش باید به نام فرشته ها نباشد، چون که عرب ها دخترهای فرشته های دختران الله تعالی میگفت نعوذ بالله، خداشون دختردار شوند به قتل میرسانیدند، لیکن الله تعالی دختر نسبت میدادن. الله تعالی دختر شای میگفتن. یهودا به الله تعالی پسر نسبت میداد، میگفت که عزیر ابن الله، عزیر پسری الله هست میگفت یهودا. نصرانی ها مسیح پسری الله هست. یهودا کو نصرانی ها به الله تعالی پسر نسبت میداد، لیکن عرب ها به الله تعالی دختر نسبت میدادن. حالا که دختر برای خودشون روا نمیدوندن، دختر میکشتن زندلای، همچون عار و ناموس گفته. بنابراین الله تعالی سرزنش کرد که شما خودتون به دختر راضی نمیشید و به الله تعالی دختر نسبت دادید. فرشته های دختری الله تعالی میگفتن. بنابراین فرشته نام فرشته علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه در کتاب تسمیه المولود آوردن که به دخترها نامگذاری کردن نام فرشته ها حرام است، برای پسرها مکروه است. مثلا جبریل یا میکال یا میکائیل، ما تاجیکا میکائیل میگوییم، یا جبرائیل میگوییم، در قرآن جبریل آمده است. مثلا نام های فرشته های ماندن به پسرها مکروه است، یعنی خوب نیست، و دخترها حرام است. لیکن همتون دختری من مثلی فرشته است گوید، مثلا از جهتی آنکه در یک مسئله مثلا حضرت عایشه گناه نکرده بودن لیکن تهمت شد. حضرت عایشه مثلی فرشته هست گوییم، یعنی گناه ندارد چه خیلی که فرشته ها گناه ندارد، از گناه چه خیلی که فرشته ها پاک هستند، از همین گناه پاک است گوییم، درست میگیرد. یعنی تشبیه انسان به فرشته در یک نقطه یا در بعضی نقطه ها، لیکن اگر عموم گیرید مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم از جبریل بهتر است با اجماع علما، از سیدی، از بزرگ فرشته ها، بزرگ آدمی ها بلند است مرتبهش. این چونین دیگر پیغمبرها هم از فرشته ها بهتر است و این چونین در بین آدم های است که از فرشته ها بهتر است. برای چی؟ برای اینکه فرشته ها نفسی امر کننده به گناه ندارند، خواهشی به گناه ندارند. اونا همون سپارشی که الله تعالی داده است همون از عهدهش برآمده میتونن.
الله تعالی یا برو قدرتش که داده است. لیکن آدمیزاد نفس دارد، گناه کردن میخواهد نفسش لذت و راحت میخواهد، نه مشقت عبادت و مشقت طاعت. لیکن کدام بنده ای که اگر بر بالای نفسش غلبه کند و گناه نکرده همیشه در عبادت های الله تعالی اشتها کنه، این آدم از فرشته ها بهتر است. بنابراین دخترم تو مثل فرشته ای گوید اجازت است، یعنی گناه نیست.